بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما شما مقدمه سوره مائده را خواندیم و فهمیدیم که موضوع اساسی یا محور اساسی که سوره مائده به اون محور میچرخه موضوع است که الله متعال میگه که ای مسلمان، ای موحدین، ای کسانی که شما نظام خلافت اسلامی را در زمین الله تطبیق میکنین، شما به عهد و پیمانتان وفا بکنین با آنچه که با الله عهد کردین، وفا بکنین با آنچه با رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد کردین و وفا بکنین با آنچه که با مخلوقات الله شما عهد و وفا میکنین، به وفا بکنین. و به این خاطر در این سوره مبارکه ما شما گفتیم که بخش اولش ما شما میرسیم که وفا و عدم وفا به تعهدات و مواثیق است. اگر کس وفا میکنه چی نتیجه داره و کسی که وفا به این نمیکنه چی نتیجه داره؟ آیات قرآن در سوره المائده برای ما شما همین مسئله را بیان میکنه. پس سوالی پیدا میشه که من یک مسلمان آیا با الله عهد دارم؟ بله، مسلمان که از متعهد هست و عهد با الله داره. چی عهد داره با الله متعال؟ ما شما وقتی که کلمه لا اله الا الله را میخوانیم، تعهدات اصلا 3 قسم است گفتیم نه. اول عهد با امرای کی است؟ با امرای الله است. این حال قسم اول تعهدی که بین الله و بین بندی مؤمن هست. ما با الله تعهد کردیم و الله از ما عهد گرفته. وقتی که کلمه خواندیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، پس ما باید من حیث یک انسان مؤمن متعهد با الله متعال خدا بشناسیم. این حال وقتی کلمه خواندیم، با این کلمه ما با الله 3 تعهد کردیم. اول تعهد ما این هست که وقتی میگیم لا اله، با نفی تمامی معبودهای باطل و نفی تمامی قانونگذارهای باطل که اینا را طاغوت میگن، اینا را وقتی که نفی میکنیم این لا اله، با الله تعهد میکنیم که الا الله، یا الله ما تمام عبادت ها را، یعنی تعهد اول چی است؟ تخصیص عبادت به الله. این تعهد است که ما عبادت مخصوص الله میکنیم و در این عبادت الله کس را شریک نمیسازیم. الله متعال میگه در این تعهد، الله متعال در سوره یاسین میگه که علم عهد، سوره یاسین آیت 60 میگه که علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا من عهد نکردم با شما ای بنی آدم الله تعبد الشیطان، که شما عبادت شیطان نکنین، و انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار شما هست، و ان اعبدونی، الله میگه فقط مرا عبادت بکنین، هذا صراط مستقیم، این راه راست است. اینجا الله میگه علم عهد، آیا امرای شما عهد نکردیم و شما نپذیرفتین و قبول نکردین که شما باید پیروی از شیطان نکنین. شیطان ها گاهی در لباس یک معبود خدا میگه که عبادت مرا بکن، گاهی میگه اطاعت مرا بکن و گاهی میگه فتوای غلط مرا که ضد شریعت است ایره بپذیر. این 3 قسم چی هستن؟ این 3 قسم معبودان باطل هستن که ما و شما باید اینا را رد بکنیم. پس الله متعال میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و به می خاطر است که یک انسان مؤمن با فکر، با عقیده، در هر رکعت نماز خود با الله عهد میکنه. یعنی ما در هر رکعت نماز خود عهد خود تجدید میکنیم. اما روزه 5 وقت با الله عهد خود تجدید میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و فقط
از تو استعانت میخوای. در حدیث که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. میگه یک تعداد از صحابه در اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بایعونی، به امرای ما بیعت بکنین، عهد بکنین، پیمان بکنین. بیعت یک عهد است، یک پیمان است. با چی عهد و پیمان بکنیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ على ان لا تشركوا بالله شيئا، با الله کسی را شریک نسازین. ولا تسرقوا ولا تزنوا، سرقت نکنین، زنا نکنین، اولادایتان به قتل نرسانین، بهتان نکنین. ولا تعصوا فی معروف، در نیکی ها معصیت نکنین. پس این تعهد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو میگه که شرک نکنین. شرک در 6 چیز میشه. شرک اول در ذات الله میشه، دوم شرک در عبادت الله میشه، سوم شرک در اطاعت الله میشه. عبادت الله و اطاعت الله. عبادتی است که به الله رکوع و سجده عبادت های مختلف میکنی. اطاعت چی هست؟ که الله سبحانه و تعالی را فقط حکم الله را، قانون الله را، شریعت الله را قبول میکنی و دیگه قوانین رد میکنی. شرک در ذات، در صفات، در چی میشه؟ همین قسم که توحید در ذات است، در صفات است، در ذات است، در عبادت است، در اطاعت است، و توحید در صفات است، و توحید در افعال است، و توحید در نام‌ها هست. ضد ازی شرک در چی هست؟ شرک در می 6 چیز است. شرک در ذات میشه، کسی به فرزند داره یا پسر داره یا دختر داره، یا ضرورت به معاون داره، ضرورت به سکرتر داره، ضرورت به کسی داره که بین ما و بین از او واقع شوه. شرک در ذات میشه. شرک در صفات، شرک در عبادت، کدام یک عبادت های از عبادت های 6گانه را به مخلوق بکنه. شرک در اطاعت، وقتی که کسی قانونی را که ضد شریعت الله هست این قانون به عوض شریعت قبول بکنه و تطبیق بکنه، این شرک در چی میشه؟ این شرک در اطاعت میشه. و شرک در صفاتی است که صفاتی از صفات الله را کس ادعا بکنه خودش، یا صفتی از صفات الله را به یک مخلوق بده. این شرک در صفات است. شرک در نام‌هایی است که اسماء الله الحسنا، که اسماء و صفات است، این اسماء و صفات الله را به مخلوق بده. و شرک در چی آخریش؟ شرک در ذات، شرک در عبادت، شرک در اطاعت، شرک در صفات، شرک در افعال و شرک در اسماء و صفات. این حاله 6 قسم انسان مبتلا به شرک میشه. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم تعهد میگرفت با کی؟ در اینمی قسمت که ان لا تشرکوا بالله شیئا، یعنی در 6 چیز با الله کسی را شریک نسازین. پس انسان مسلمان متعهد هست، تعهد داره. اگر یک کافر ما را پرسان میکنه که چطور کلمه لا اله الا الله را خواندم و ما مسلمان شدم، این خود یک دو جمله هست، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما برش میگیم که شما قبلا متعهد نبودین، وقتی کلمه خواندین به امر الله 3 تعهد کردین. حالا باید این تعهدات لا تشرک بالله شیئا، با الله کس را شریک ساخته نمیتونین. خب پس این تعهد اول در چی شد؟ تعهد اول در عبادت است. تعهد دومی که ما با رسول الله با الله داریم، تعهد دوم، خب آلدری قسمت که چی شد؟ علامه ابن جریر رحمه الله چی میگه؟ به اقوال علما را هم در تعهدات بخوانیم. در تعهد اول علامه ابن جریر رحمه الله میگه که فایای و ایای، اینجا میگه که اعبدونی دون کل ما سوای. میگه وقتی که الله میگه وان اعبدونی، یعنی عبادت بکنین مرا بغیر از ما سوای ما، کسای دیگه را عبادت نکنین. خب تعهد دوم تعهد در اطاعت از شریعت یا حکم تشریعی الله است. تعهد از شریعت یا تعهد در حکم تشریعی الله است. تعهد دومی. ما چی میگم؟ وقتی که میگم لا اله
نیست هیچ کس مستحقی که از قانونش، از فتوایش، از سخنایش که ضد شریعت الله هست لا اله نیست، اینا کلشان کل اینا نفهم میکنیم که مستحق از این نیستن که اطاعت شوند الا الله، بغیر از الله که الله ذات واحد و یگانه هست که باید از او در احکامش اطاعت شوند. پس اینجا ما وقتی که میگم لا اله الا الله، میگم یا الله من تعهد میکنم که بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه که مخالف شریعت تو ساخته اند و این قوانین طاغوتی هست، این من قبول نمیکنم، نه بالای خود، نه بالای زیر دستای خود و نه در زمین تو اگر صلاحیت داشته باشم و بتانم این در این نظام تو تطبیق بغیر از قانون تو شریعت تو دیگه قوانین تطبیق نمیکنم. پس اینجا تعهد دوم چی هست؟ تعهد در اطاعت از شریعت الله هست. الله متعال میگه و به عهد الله اوفو، به عهد الله وفا بکنین. و به عهد الله اوفو، شما به عهد الله وفا بکنین. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، الله شما را به این توصیه کرده اگر شما به یاد داشته باشیم. امام طبری رحمه الله چی میگه؟ میگه هذه البیعة التي بایعتم الاسلام. میگه امی وفا چی هسته؟ میگه وفا که میگه و به عهد الله و اوفو، یعنی وقتی که شما بیعت کردین که اطاعت از اسلام میکنین. اطاعت از اسلامی است که شریعت الله را در زمین الله تطبیق میکنین و حکم قانون کسی دیگه نمیپذیرین. علامه ابن جریر رحمه الله درباره دیگه چی میگه؟ مثلا علم عهد الیکم ان اعبدونی، میگه در این علامه ابن جریر میگه که و ایای فاطیعوا، فقط از من اطاعت بکنین در احکام. احکام یعنی قوانین، یعنی تشریع الهی. شما فقط از الله میگه فقط از من اطاعت بکنین. فإن اخلاص عبادتی و افراد اطاعتی و معصیت الشیطان هو الدین الصحیح و طریق المستقیم. علامه ابن جریر طبری این تشریح میکنه، میگه الله متعال میگه فقط از من اطاعت بکنین. میگه فإن سه چیز، ببینید سه چیز شما را واقعا به دین صحیح میکشانه. این گپ علامه ابن جریر طبری شیخ المفسرین هست. میگه فإن اخلاص عبادت، یک اخلاص در عبادت ما که خالصانه عبادت 100% مخصوص به الله انجام داده شود و افراد اطاعتی که فقط اطاعت در احکام از ما بکنین و قانونهای دیگر 1% هم قبول نکنین. این دو و معصیت الشیطان و نافرمانی شیطان، چیزی که شیطان بر شما شیطانای انسی و جنی میگن از اینا معصیت بکنین. هو الدین الصحیح و طریق المستقیم، این دین صحیح و طریق مستقیم هست. خواه و به این شکل امام بخاری رحمه الله میگه عن عبادت ابن صامت، خیر ما و شما خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت به چی میگه؟ به سمع و طاعت میگیره. فی المنشط و المکره، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت میگیره به سمع و طاعت، یعنی شنیدن و اطاعت کردن از الله و رسولش. فی المنشط و المکره، در حالاتی که نشیط و خوشحال میباشی و در حالاتی که کراهیت و غم هست، در حالات خوشی و در حالت غم، در حالات نرمال بودن و در حالات سختی. و الا ننازع الامر اهله، و منازعه نمیکنیم وقتی که امر به یک خلیفه مسلمان ها، امیر مسلمان ها داده میشه، امرای از او منازعه و مخالفت نمیکنیم وقتی که او اهلش باشه، یعنی در ارتداد داخل نشده باشه. اما اگر در ارتداد داخل شد باز اونجا اطاعت نیست. اما اگر امیر مسلمان ها در گناه های کبیره یا صغیره مبتلا میشه باز اینجا مخالفت امرش نمیشه، این اهلش است. چه وقت اهلیت از دست میده؟ وقتی که در شرک و کفر مبتلا شوند. و ان نقوم او نقول بالحق حیثما كنا، میگه ما امرای ما بیعت گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما نقوم استادگی بکنیم او نقول یا بگوییم
بالحق حق را حیثما کن، در هر جایی که باشیم در هر حالت باید حق بگویی. سرت بریده میشه، کشته میشی، بندی میشی، مشکلات سرت میه، مردم بیابت میکنه، دشنام میته، سرت هم میترخونه، میکشنت، لکن باید چی کنی؟ همیشه حق بگویی. حیثما کن، در هر جایی که باشیم. لا نخاف فی الله لومة لائم. این بیعت رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابه گرفته که ما در راه الله از ملامتی هیچ کسی باید نترسیم. امام طبری رحمه الله در مورد عهد الله چی میگه؟ میگه قال بعضهم هو وصیت الله الی خلقه و امره ایاهم بما امرهم. این وصیت الله هست و امر الله با آنان است، بما امرهم به من طاعته، که اطاعتش را بکنن، و نهیه ایاهم، و منع کردن الله از آنها را، عما نهاهم عنه، که اینا خود از چیزایی که الله منع کردن خدا منع بکنن، من معصیته فی کتبه و علی لسان رسوله و نقضهم ذلك ترکهم العمل بالذات. خب اینال تعهد اول تخصیص عبادت به الله، تعهد دوم تخصیص تشریع به الله. الله شارع است، الله تعیین میکنه احکام، و حق و باطل الله تعیین میکنه. این حق است، این باطل است، این حلال است، این حرام است، این جایز است، این ناجایز است، این درست است، این غلط است. پس باید الله را اطاعت بکنیم در احکامش، و وقتی که احکام الله اطاعت میشه، قوانین دیگرایی که ضد حکم الله هست، ضد قانون الله است، این باید از بین ببری و مخالف ازی باشیم. و تعهد سومی چی است؟ که اینمی عبادت و اطاعت، وقتی که میگه محمد رسول الله، در لا اله الا الله دو تعهد شد. در محمد رسول الله که وقتی میگه سوم تعهد میشه. این سوم تعهد چی است؟ این سوم تعهدی است که با الله تعهد میکنیم که یا الله، ما امی عبادت خدا و اطاعت خدا به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. مثلا عبادت خدا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عبادت فکری کرده، عبادت قلبی کرده، عبادت زبانی کرده، عبادت بدنی کرده، عبادت مالی کرده، عبادت تشریعی کرده، کل عبادت ها را مخصوص الله میکنن. و به می شکل وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله اطاعت کرد، از به اطاعت از الله حکومت اسلامی را، نظام اسلام در زمین الله اساس شده، در مدینه منوره گذاشت. پس این به این اساس ما اطاعت الله را هم وقتی که میکنیم به طریقی که میکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما تو نظام میسازیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت و بالاخره این نظام بزرگ شد، در خلافت خلفای راشدین به شرق و غرب و کلی مناطق رسید. فارس فتح کردن، روم فتح کردن تا بسیاری منطقهش، و به این شکل در 3 قاره دنیا بیرق لا اله الا الله را بلند کردن. اینی را میگن به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب برای این تعهد ما چی دلیل داریم؟ الله متعال میگه قل ان کنتم تحبون الله. بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این مردم که اگر شما واقعا محبت به الله دارین، فاتبعونی، از ما متابعت بکنید. پس اینجا یحببکم الله، باز شما را الله دوست می‌داشته باشه، و یغفر لكم ذنوبکم. آل عمران آیت 31. امام بخاری چی میگه؟ امام بخاری میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کل امتی یدخلون الجنه، تمام امت ما داخل جنت میشن الا من ابا، مگر کسی که ابا ورزید. قالوا یا رسول الله و من یابا، گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کی ابا میورزه؟ کی ابا میورزه؟ قال من اطاعنی دخل الجنه، کسی که اطاعت از مکه داخل جنت میشه، و من عصانی، کسی که نافرمانی مرکت فقط ابا، میگه اینی ابا ورزیده هست و این در جنت داخل شدن نمیتونن. حالا میبینیم که علما و مفسرین اسلام این آیت قرآن چه قسم تشریح کرده که ما فکر خدا مطابق فکر از اونا، مطابق قرآن و سنت و بزرگای اسلام، صحابه، تابعین، تبع تابعین و دیگه مفسرین کرامی که هستن. مثلا امام ابن کثیر رحمه الله میگه قل اطیعوا الله و رسول، میگه بگو برشان
ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت از الله و رسول بکنین. فان تولوا، این آیه آیت قرآن تشریح میکنه، میگه برشون بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که اطاعت از الله و از رسول بکنین. فان تولوا، اگر اینا از اطاعت الله و یا از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گشتندن، ای خالفوا عن امره، مخالفت از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و گفتن که ما مثلا قرآن قبول داریم، سنت و طریقی پیغمبر قبول نداریم، فان الله لا يحب الكافرین، باز الله کافرها را دوست نداره. فدل، سکرین امام ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ فدل على ان مخالفته في الطریقه، این نقطه بسیار مهم است. در این نقطه من تیش دقیق متوجه شدم که امام ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه فدل، میگه این آیت قرآن دلالت به چی میکنه؟ ان مخالفته، که یقینا که مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم در طریقش کفرن، کفر است. مثال اگر طریقه دیگه جور میکنه کسی که ضد طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقش در عبادت چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقش در عبادتی بود که کیفیت عبادت الله تعیین کرده بود، او تبلیغ میکرد و تطبیق میکرد. نوعیت عبادت چی عبادت است؟ این حال اگر کسی مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت دیگه بگیره، ببینید که اونجا امام ابن کثیر چی گفت؟ بسیار خطرناک است. بدعت هایی که مثلا یک عبادت جدید ایجاد میکنه، مخالفت با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت از این عبادت بیان کرده که با چی کیفیت باید ما عبادت بکنیم. یک کسی یک کیفیت جدید جور میکنه برای عبادت. این گپ امام ابن کثیر بسیار خطرناک است. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله حکم کرده و این تبلیغ کرده، این الله تعیین میکنه و رسول صلی الله علیه و سلم در اول گفتیم نوعیت، باز کیفیت، با چی شکل؟ باز کمیت چی است؟ که مثلا چقدر بخوانیم تسبیحات، مثلا بعد از فرض چند دفعه سبحان الله بگویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، یا 34 بار الله اکبر. در حدیث دیگه آمده است. این حال یک کسی میگه این عددها را تغییر میده، عدد رکعات نماز مثلا زیاد میسازه، یا تسبیحات برو مثلا تسبیحات نو میتون 5000 مرتبه ایره بخوان. از کجا شما چیکاره؟ و نوعیت شد، کیفیت شد، کمیت شد. زمان در کدام عبادت است و مکانش در کدام جای کدام عبادت ما انجام داده میتونیم و کدام وسیله را در استفاده کرده میتونیم. این طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم است؟ طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اخلاق چی هست؟ چه قسم اخلاق داشت؟ صفای قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، پاکی زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعامل خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال بعضی کسا پیدا میشه که میگن ما طریقی نو جور میکنیم، به خاطر که طریقی ما که هسته، این طریقه ما به خاطر مشکلات معنوی، یعنی صفای قلب و صفای داخلی و صفای فکری مؤثر است. یعنی به این معنا که در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم صفای قلبی، پاکی باطنی، که مثلا باطن خودش قسم پاک، آیا این 16 17 18 قسم عبادت‌های قلبی این بر صفای قلبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق قرآن و سنت به حکم الله این عبادت ها را انجام داده، این کافی نیست برای پاک ساختن قلب یک مسلمان؟ که باز ما یک طریقه دیگه بیاریم که و باز ادعا بکنیم که این چیزها در طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم این نواقص است. این نیست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شریعت داشت و همین شریعت با طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق کرده این طریقت میگن. کوئی طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی عبادت الله را میکنی و اطاعت الله را میکنی، احکام الله هست. با طریقی که میکنی؟ با طریقه محمد صلی الله علیه و سلم. پس طاعت و عبادت الله این شریعت است و طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کرده، این طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم در
قرآن و سنت است. حالا بعضی کسا بازات ادعا میکنه که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم همین چیزها را نداشت، العیاذ بالله. یعنی صفای پاکی و صفی قلبی میگه ما میخوایم قلب خدا پاک بکنیم داخل خدا. اگر فکرت میخوای جور بکنی، عبادت های فکری برای پاک کردن فکر انسان است. تفکر، تعقل، تدبر، اینا کلش برای چی هستن؟ برای پاکی فکر است. عبادت های قلبی، خوف، رجا، محبت، اینا کلش برای چی است؟ برای پاکی چی است؟ پاکی قلب است. محبت و خوف و رجا و توکل و انابت 18 قسم. و اگر میخوای زبانت پاک بسازی، طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبادت های زبانی که است که رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت ها را گفته که حمد است و دعا هست و استغاثه هست و توسل هست و همین عبادت هایی که مربوط به زبان میشه، این کل از اینا را ما و شما در عبادات زبانی میخونیم. پس طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریقه در اسلام طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. خب اینال امام ابن کثیر چی میگه؟ میگه الله متعال میگه که قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا، اگر رو گشتاندین ای خالفوا عن امره، یعنی مخالفت کردن از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، فان الله لا يحب الكافرین، الله کافرا را، الله گفته در قرآن که الله کافرا را دوست نداره. فدل امام ابن کثیر رحمه الله میگه که فدل، پس این آیت شریف دلالت میکنه علی ان مخالفته، به این دلالت میکنه که مخالفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الطریقات، در طریقت چی است؟ کفر است. که اگر طریقی کس جور میکنه به طریقه رسول الله صلی الله، ضد طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، و یا طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم ناقص فکر میکنه که ناقص است، در صفای پاکی داخلی نیست، پاکی فکر نیست، پاکی قلب نیست، پاکی درونی نیست، پاکی معنوی نیست، العیاذ بالله. از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در قلب کس پاک است، الله میگه الم نشرح لك صدرک، ای پیغمبر ما قلب تو را نگشادیم، نشستیمش، پاکش نکردیم، با آب زمزم ایره پاک نساختیم. سبحان الله. در طفولیت و در بزرگی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یاد تو را بلند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام شعراوی رحمه الله چی میگه؟ میگه تکون طاعت الله فی الحکم، میگه اطاعت الله فی الحکم العام میشه، در حکم عام اطاعت الله میشه، و طاعت الرسول فی تفصیل الحکم، یعنی اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفصیلات از اینکه عالمی حکم الله را، الله گفت اقیم الصلاه، الله گفت که شما مثلا اینجا آمدین که حکم الله در زمین الله تطبیق بکنید، و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطاعتش است در تفصیل احکام است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مفصل بر ما تشریح کرده که اقیم الصلاه حکم الله شد. حالا کدام طریق نماز میخوانی؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چند رکعت صبح بخوانم، چند رکعت پیشینه بخوانم، چند رکعت شب بخوانم، حکومت الله اسلامی را، خلافت اسلامی را چه قسم ما برپا بکنم؟ طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که با اینی طریقه، اینی نظام هاست، اینی سیستم است، این نظام قضایی است، این نظام اجتماعی است. در کل از این چی است؟ احادیث قولی، فعلی و تقریری رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به امرای تعهداتش. پس ما تعهد اول با الله داشتیم، تعهد دوم که است با امرای پیغمبرها هست، این هم تیر شد. یعنی ما تعهد داریم با رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما به طریقه تو، به سنت تو، به روش تو اتباع میکنیم، متابعت میکنیم. میره اتباع میگن. اتباع چی است؟ از قرآن و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت بکنیم. و قسم سوم تعهد بین بنده مؤمن و با دیگر بنده ها هست. حال ما و شما در بخش اول وفا و عهد، وفا و عدم وفا به تعهدات و مواثیق ما شما ایره خواندیم. حالا میم در بحث اول حکم وفا به تعهدات. حکم وفا به تعهدات. این حکم وفا به تعهدات چی است؟ در آیت اول سوره مائده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. خب حال ما و شما در سوره مائده آیت 1 ببینید گفتیم که سوره مائده وفا به چی است؟ به تعهدات است. حالا ما این تعهداتی که در سوره مائده میاد یک یک این تعهدات میخوانیم. در این آیت شریف الله متعال تعهد اول در اینجا چی هستن؟ اطاعت به امر الله. یعنی ما وقتی که امر الله شد که اوفو بالعهود، اطاعت به امر الله و وفا به عهد، عقد و پیمان. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اوفوا بالعقود. حالا ما اوفوا بالعقود میفهمیم که امام طبری رحمه الله میگه که اوفوا بالعقود چی معنی؟ میگه اینجا الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اوفوا وفا بکنین. یا ایها الذین آمنوا. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه وقتی شما یا ایها الذین آمنو را شنیدین بسیار خوب دقیق متوجه ازی باشین که الله برای شما مؤمنان چی حکم میکنه. خطاب کرد برای مؤمنان. امام طبری رحمه الله میگه که اینجا الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو اوفو وفا بکنین. یعنی یا ایها الذین آمنو اوفو را تفسیر میکنه میگه یا ایها الذین اقروا بوحدانیت الله. یعنی میگه الله متعال میگه او کسایی که شما اقرار کردین به وحدانیت الله و اذعنوا له بالعبودیت و شما اذعنوا له بالعبودیه و شما به عبادت الله سبحانه و تعالی قبول کردین، عبادت الله متعال را به وحدانیتش اقرار کردین و عبادتش قبول کردین و سلموا له الالوهیت و تسلیم شدین و سلموا له الالوهیه و سلموا و شما تسلیم شدین و سلموا له الالوهیه و تسلیم شدین به الوهیتش و صدقوا رسوله و رسولش تصدیق کردین. سلم یسلم تسلیما، یعنی شما و سلموا له الالوهیه به الوهیت الله تسلیم شدین و صدقوا و شما تصدیق کردین رسولش را که محمد صلی الله علیه و سلم است فی نبوتی در نبوتش و فی ما جاء به من عند ربهم و با آنچه که از پروردگار خود آورده است من شرایع دینه از شریعت دینش. این حال میگه شما کسایی که این صفات دارین، اقرار به وحدانیت دارین، عبودیت به عبادت الله را دهی شما این قبول دارین، با الوهیت الله تسلیم هستین، رسول الله صلی الله علیه و سلم تصدیق کردین، اوفوا بالعقود شما وفا بکنین به چی؟ با عقدها. یعنی اوفوا بالعهود التي عاهدتموها، شما وفا بکنین به او عهدهایی که شما عهد کردین، ربکم به امرای ربتان، والعقود التي و هو عقدهایی که قرارداد کردین و قرارداد کردین و پیمان کردین، عاقدتموه ماهیه عقد کردین به امرای الله لا اله الا الله محمد رسول الله گفتین و این قرارداد به امرای الله کردین، این عقد و این عهد پیمان کردین. و اوجبتم علی انفسکم حقوقا، بالای خود حقوق را واجب کردین، خودتان گفتین که لا اله الا الله محمد رسول الله و الزمتم انفسکم بها لله فروضا، لازم کردین بالای خود گفتین که ما فرضهای الله را بالای نفسای خود قبول کردیم. فاتم الوفاء بالوفاء والکمال والتمام منکم لله بما الزمکم بها، پس شما عهدایتان وفا بکنین، کامل خوبی را تمام بکنین برای الله با آن چیزی که الله برای شما چی کرده؟ حکم کردن. ولی من عاقدتموه منکم بما اوجب، و همچنان قراردادهایی که شما کردین، بما اوجبتموه له بها علی انفسکم، یا امی عهد و پیمانتان که الله بود یا یک عهد و پیمانی که مخلوقات الله دارین. مثلا گفتین محمد رسول الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد کردین که تو رسول الله هستی، تو رهبر ما هستی، تو اسوه ما هستی، تو بزرگ ما هستی. ما
از تو چه میکنم؟ متابعت میکنم. و سوم به امرای یک کس دیگه شما قرارداد بسته کردین که یک مخلوق است. این قراردادها مثلا در شرکت، در مال، در این مسائل است. ولا تنکثوها فتنقضوها بعد توکیدها. ایره مثلا ایره به این عقب نگردین و ایره بعد از توکیدش، بعد از اینکه تعهدات کردین، این تعهدات شما نشکنانین و خراب نکنین، از بین نبرین. این سخن کی بود؟ سخن علامه ابن جریر طبری هست. یک عالم دیگه هست، هم یک تفسیر داره به نام تفسیر علامه الجزائری هست. علامه ابوبکر الجزائری هست، یک تفسیر داره به نام ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر. این چی میگه؟ العقود هی العهود التي بین العبد والرب تعالی. میگه عقود چی معنی؟ که الله میگه شما وفا کنین به عقدهایتان. میگه یکی عقد هست، عهدی هست که به امرای بنده به امرای خالق خود داره، به امرای الله سبحانه و تعالی. و دوم و بین العبد و اخیه، و بین بنده و برادر مؤمنش است. و الوفاء بها، یعنی وفا به چی میشه؟ که عدم نقصها و الاخلال بمقتضاها، که یعنی این عهد نشکنانی و به مقتضای از این خلل وارد نکنی. عالم دیگه میگه که میگه این عقدها به معنای عهد و تعهدات است که شامل عهد با الله متعال بر عبادات، ایمان و طاعتش در آنچه حلال و حرام است و ایره کده. و یا هم بین انسان ها مثل نصرت، دفاع از مظلوم، امان دادن، نکاح، خرید و فروش، شرکت و غیره، اینا هم در تعهدات میشن. این شد تعهد اول. میم در تعهد دوم. در تعهد دوم چی هست؟ این هم در آیت شریف تعهد دومی هست. تعهد دومی میگه که خوردن از حلال هست. یعنی یک انسان مسلمان مؤمن باید چی داشته باشه؟ این تعهد به امرای الله داره که چی میکنه؟ حلال میخوره. یعنی حیوانات حلال در آیات مختلف و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مفصل بیان شده. اینجا وقتی که میگه الله متعال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام، یعنی حلال شده برای شما چارپایا، حیوانات چارپایا، مثلا گوسفند و گاو و شتر، باز اینا الا ما یتلی علیکم، مگر آنچه که با آیات دیگه باز تلاوت میشه که اونو حرام است. غیر محلی صید، که شما باید حلال نکردانین شکاره و انتم حرم، وقتی که شما در حالت احرام میباشید. ان الله یحکم ما یرید، الله حکم میکنه هر قسمی که اراده کرده باشه. پس اینجا تعهد اول اطاعت به امر الهی، به وفا به عهد و عقد و پیمان هاست. دوم چی هست؟ تعهد دوم خوردن از حلال است، که این گوشتای حلال بخوریم، از حرام اجتناب بکنیم. تعهد سوم چی است؟ نهی از شکار در خشکه در حالت احرام. وقتی که الله متعال میگه که هنگامی که انسان مؤمن برای حج و عمره احرام بسته میکنه، باز این حیوانات خشکه را در دریانه در خشکه اگر سفر میکنه، حیوانات باز این شکار کردن نمیتونه. متوجه هستین؟ این آیت شریف این رو بیان میکنه. این تعهد دیگه هست. خب دیگه این تعهدات الله هست. چهارمی تعهد الله سبحانه و تعالی در این آیت شریف چی است؟ که ان الله یحکم ما یرید، که انسان باید به این عقیده باشه که الله متعال حکم میکنه ما آنچه که اراده میکنه. پس ما تعهد داشته باشیم که حکم الله را بالای خود قبول بکنیم، مطابق حکم الله زندگی بکنیم و حکم الله سبحانه و تعالی، نظام الله را، شریعت الله را در زمین الله تطبیق بکنیم. ان الله یحکم، یعنی به این عقیده داشته باشی که حکم الله هست، قانون الله هست، شریعت الله هست. قوانین زمینی که اینجا هست، قانونهای زمینی که مخلوقات میسازن، این قوانین چی هستن که ضد شریعت الله باشه؟ این قوانین ضد شریعت الله، این به نام قوانین طاغوتیات میشه. پس انسان مسلمان
تعهد با الله کرده در این آیت شریف که ما حکم الله را، آنچه که الله حکم میکنه 100% قبول دارم و از حکم الله به حکم دیگه، از قانون و شریعت الله به قانون و شریعت دیگه که ضد حکم الله هست، هیچ وقت ما او را قبول نمیکنم و او را چی نمیکنم. اینال اگر کسی میره کسی قانونای که ضد شریعت الله هست، قانون اروپا و فرانسه و امریکا و جرمن، اینا را قبول میکنم، این در حقیقت تعهد خود با امرای الله سبحانه و تعالی شکستانده. الله میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شما وفا بکنین به عقدها. بسیاری کسا عهد خود وفا نمیکنن، عهد خود با الله مشکنانه و شکستاندن عهد که قانون غیر الله را بپذیره به عوض قانون الله، این را از دایره ایمان حتی خارج میکنه. انشاءالله در این باره در تعهدات دیگه، عهدهای دیگه انشاءالله در درس بعدی بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المظلومين. اللهم فك أسر عبادك المظلومين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان وبخاصة المظلومين النساء والأطفال والشيوخ المساكين في فلسطين وبقية أنحاء العالم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.